خب اگر سوال شما اینه که اولین درد هیجانی که انسان تجربه میکنه چیه؟ غالباً اولین درد هیجانی رو که انسان تجربه میکنه درد جدایی از مادر نام میدن و نوزادان در بدو تولد هنگامی که به مادر خودشون وابسته هستن و از بودن با مادر احساس امنیت و آرامش میکنن، آهسته آهسته متوجه میشن که مادر در امتداد بدن آنها نیست. در ابتدا نوزاد تصور میکنه که من در امتداد بدن مادر یا مادر در امتداد بدن منه و خیشتن رو با مادر یکی میبینه و اون یک پارچگی درونی رحمی هنوز به درستی جدا نشده و گویی مادر رو به عنوان یک پدیده بیرونی و مستقل از خیشتن تجربه نمیکنه. در اینجا خب جدایی از مادر احساس ترس و اضطراب میتونه درش ایجاد بکنه و این احساس ترس و اضطراب تبدیل به واکنش های هیجانی مثل بیقراری یا اختلالات مختلف یا آسیب های متعددی بشه. پس انچه این درد هیجانی که نوزاد تجربه میکنه در ابتدا، هر چقدر نوزاد از حیطه آگاهی دورتره، این درد هیجانی میتونه آسیب بیشتری داشته باشه. یعنی مثلا وقتی این نوزاد در حال رشده، آهسته آهسته با سپری شدن زمان و با افزایش قوای شناختی آهسته آهسته عدم یکی بودن خیشتن و مادر رو درک میکنه و دیگه خیشتن رو مستقل از مادر ارزیابی میکنه. هرچه قوای شناختی کودک در فرایند رشد کاملتر میشه، این جدایی و در واقع ناهمسانی خیشتن با اون ابژه بیرونی رو بیشتر پدیدار میکنه. اما هرچه این اضطراب جدایی یا اون جدایی از مادر در سنین پایینتر شکل بگیره و در زمانی که قوای شناختی کودک هنوز رشد کافی نکرده در واقع شکل بگیره، خب اون درد هیجانی که ازش به عنوان اضطراب جدایی هم در واقع یاد میکنن میتونه عمیق‌تر ایجاد بشه. پس در نتیجه اولین درد هیجانی که یک انسان میتونه تجربه بکنه تجربه جدایی از مادر خیشتنه و این تجربه هرچی نزدیکتر باشه به ناتوانی‌های شناختی کودک، یعنی هرچی در سنین پایین‌تر ایجاد بشه که کودک هنوز این جدایی خیشتن و مادر رو به درستی درک نکرده، میتونه عمیق‌تر باشه.